زندان رقم 4 ژیتامیر از اینجا تا کیف 2 ساعت راه است. در زندان محبوسانی را که مثل اندری ساژنتسف که جنایت‌های وزنین کردند نگاه می‌دارند. 8 سال است که برای قاچاق مواد مخدر پس پنجره نشسته است، ولی حالا امید دارد که در عوض پیوستن به ارتش و جنگ بر ضد روسیه از زندان رها می‌شود. من وطنم را دوست می‌دارم. مدتی دراز 12 سال در خارج زندگی کرده بودم. امکانی در کشورهای اروپایی ماندن را داشتم. این سرزمینم هست. همیشه می‌خواستم برگردم. گروه واگنر در روسیه هزاران زندانی از جمله قاتلان و تجاوزگران جنسی را به جنگ اوکراین جلب کرده است. مقامات اوکراین میگویند طرحی را که پیشنهاد کردند اجازت نمی‌دهد جنایتکاران اشدی به جنگ جلب شوند. ما اینجا واگنر تشکیل نمیکنیم. وقتی ما درباره سفربر کردن محبوسان به جنگ صحبت میکنیم، این چیز پیش نظر می آید که به جنایتکاران خطرناک автомат میدهیم. بعضی‌ها قصداً جنایت صادر میکنند و برخی اشتباهاً. مثال راننده مست پیاده‌گرد را پخش میکند. او البته خوک و گناهکار است. 10 سال زندانی شده است، ولی او قصداً جنایت نکرده است. اگر میخواهد اصلاح شود، چرا باید در زندان نگهداری شود؟ جلب محبوسان به جنگ در اوکراین هنوز بحث می شود و معلوم نیست که از 46,000 زندانی چند نفر آنها خواهش پیوستن به ارتش را دارند. در حالی که اوکراین پس از 2 سال جنگ خسته کننده با روسیه می خواهد صف ارتش خود را تکمیل کند، ساژنتسف امید دارد که در نهایت به جنگ سفربر می شود. اگر به جای نشستن در زندان امکانی قرارداد بستن میشد، به جنگ میرفتم. از اینجا نشستن من چی فایده؟ میتوانم در جنگ باشم. طرح جلب زندانیان به جنگ در اوکراین در بررسی اول در پارلمان قبول شده است، ولی هنوز سنه نهایی قبول قانون و شکل کامل آن نهایی نشده است.